نترس از اینکه فردا چه اتفاقی می افتد. خداونده که امروز از تو محافظت می کند، فردا و روزهای دیگر هم از تو محافظت خواهد کرد. خداوند در رنج و سختی پشتیبان توست و به تو نیرو می دهد تا از سختی ها عبور کنی. زمانی که نمی توانی سختی ها را تحمل کنی، خداوند تو را در آغوشش حفظ خواهد کرد. زندگی پر از گره هایی است که تو آن را نبسته ای، اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی. ولی اگر به خدا توکل کنی، او گره ها را یکی یکی برایت باز می کند.